خب خوستای سر اگه شما موافق باشین یک بخش دیگه داریم. مهربانی. در این بخش ما البته انتخاب نمی کنیم، انتخابشان به اصطلاح به چانس میمانیم. فنایی صاحب است که انوری صاحب. من از فنایی صاحب یک چیز پرسان میکنم. اگر فهمیدن کامیاب شدن بازی مربوط انوری صاحب میشه و اگر نفهمیدن بازی مربوط خودشان میشه. فنایی صاحب در دست من چاکلیت است. در دست راستم چند دانه چاکلیت است و در دست چپم. یعنی یک دانه دیگش دو دانه در دیگهش. دو دانه چاکلیت در کدام دستم است؟ یار غیبدان خدا خودش است. خب ما فقط یک حدس میزنیم که دینمی دستت که انگشترت است دو دانه چاکلیت است. بله بله. این حال بازی مربوط انوری صاحب میشه. بفرمایید. انوری صاحب بگیرین مایکا. من یک جمله را براتون میگم انوری صاحب. جمله را خوب به دقت گوش کنین. شما اینمی جمله را که من براتون میگم با سرعت تکرارش کنم 10 بار تکرار کنین. فکر کنین که یک کاسه ایست یک کاسه می کاسه. 40 چمچه آش در این کاسه. 40 چمچه آش در او کاسه. در این کاسه چند چمچه آش در او کاسه چند چمچه آش. تیز بگوی بشه. تیز 40 چمچه هاش در او کاسه 40 چمچه آش در این کاسه. زا مهربانی. 40 یک چانس دیگه. خب 40 چمچه هاش در او کاسه 40 چمچه هاش در این کاسه چمچه والا نمیشه قدریستان. نه والا نمیشه. گام خیر است. نه نشه دیگه. خاطر میمونه. والا کلمون میمون هستیم دیگه. خیر خدا. میمونای مقابل. این کار خیلی بته سایه فنایی صاحب شد. برم خیلی کار دیگه کنه. قادری صاحب. همون جواب چاکلیت هم میتونم. همین آدم آشا میگه. برو مهربانی. برو فنایی صاحب از دیگه پا نترسان بگی فنایی صاحب مایکا. خب 40 چمچه آش در این کاسه 40 چمچه آش در او کاسه دو چمچه دو خب یک ذره پیش رفتیم. 40 چمچه آش در این کاسه 40 چمچه آش در او کاسه در این کاسه چند چمچه آش در او کاسه چند چمچه آش 40 چمچه بس تا گفتن همه قشم چطور ساده است تو میتا میره چطور نه دیگه چی شوی سایفلانو سایفلاتو وایم. برو با پشتو میره مشکل نشته. حسن وایم. آسان وی. حسن وایم. Tut linde naka pika. Tit linde naka pika. Tut linde Ah? maka rica. Na, tut linde pika naka. Ha, tut linde pika nika. Testa se وایم. Tut linde pika linka. Tudlinde irpika irnika. 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 Da se kao insan derali. ډیر وړو کې دا ما یا قسم نورستاني وره معلوم شو خوستای صاحب عزیز زموږ ما مخکې مې ویل زموږ د وزیرستان د خلکو سیمه ده لهجه یې همدغسې ده